سلام به همه همراهان همیشگی سایت خودکار، دوستداران حیوانات خانگی، به ویژه ماهیان زینتی. خوش آمدید به این قسمت از برنامه خودکار، جایی که قرار ما در رابطه با سلامت، رفتار و زندگی ماهی‌های زینتی با شما صحبت کنیم. من دکتر شهیدی هستم و امروز در این برنامه درباره یکی از شایع‌ترین بیماری‌های انگلی در ماهیان زینتی یعنی لرنئا می‌خوایم صحبت کنیم. دعوت کردیم از آقای دکتر سعید جوان، دامپزشک متخصص آبزیان که با ما همراه باشند. دکتر جوان سابقه کار در مراکز تحقیقاتی آبزی پروری و مشاوره در خصوص بیماری‌های ماهیان زینتی دارند. سلام آقای دکتر، به برنامه ما خوش آمدید. با سلام، خوشحالم که این فرصت رو دارم تا در این پادکست شرکت کنم. امیدوارم بتونم اطلاعات مفیدی را درباره بیماری انگلی لرنا و نحوه مقابله با اون به دوستان منتقل کنم. آقای دکتر، ابتدا بفرمایید که لرنا چه نوع انگلیه و چرا اینقدر میتونه برای ماهیان زینتی خطرناک باشه؟ انگل لرنئا به خاطر اینکه چرخه زندگی مستقیمی داره بسیار مسری هست، مخصوصا در دماهای بالا که چرخه زندگی انگل کوتاه میشه. این شدت بیماری بسیار زیاد میشه و تلفاتی رو در ماهی‌های آکواریومی و تلفات زیادی رو در ماهی‌های گرمابی مخصوصا ماهی آمور ایجاد میکنه. خیلی ممنونم آقای دکتر. لطفاً علائمی رو که لرنئا میتونه در ماهیان زینتی ایجاد بکنه برای ما بفرمایید. علائمی که انگل لرنئا و بیماری که ناشی از اونه به نام لرنئازیس در ماهی ایجاد میکنه یه سری رفتارهای غیر عادی مثل مالش دادن بدن ماهی به دیواره استخر یا شیشه آکواریوم هست. خونریزی‌های نقطه‌ای مانند رو ما در سرپوش آبشوشی، پایه بالاها، روی بالاها و نواحی زیر شکم مشاهده میکنیم. با بررسی بیشتر ما نواره‌های نخمانندی رو که قهوه‌ای تا قهوه‌ای تیره هستن ما از این زخم‌ها میتونیم جداسازی کنیم و ببینیم و تو این نقاط ما بعد از این که انگل به این نقاط چسبید یه سری عفونت‌های ثانویه باکتریایی و قارچی هم ایجاد میشه. سوالی که برای خیلی از افرادی که ماهیان زینتی رو نگهداری میکنن ایجاد میشه اینه که چطور میتونیم لرنئا رو تشخیص بدیم؟ بهترین راه برای تشخیص انگل مشاهده مستقیمه، چون به صورت ماکروسکوپیک دیده میشه. عرض کردم در نواحی که زخم وجود داره این انگل به صورت نوارهای نخمانندی که قهوه‌ای تا قهوه‌ای تیره هستن دیده میشه. جداسازی انگل از آب خیلی سخته. ما ناپلیوس ها رو در آب به ندرت میتونیم ببینیم و حتما برای تشخیصش باید ماهی آلوده به آزمایشگاه آورده بشه و انگل از اون جداسازی بشه. آقای دکتر بفرمایید که آیا لرنئا فقط گونه‌های خاصی از ماهیان رو آلوده میکنه یا اینکه به تمام ماهی‌ها میتونه سرایت کنه؟ سخت پوست لرنئا که یک انگل با چرخه زندگی مستقیم هست در ماهی‌های زینتی، گرمابی و سردابی دیده میشه. دارای چرخه زندگی مستقیمی هست، یعنی نیاز به میزبان واسط نداره، بنابراین انتقال آن خیلی راحت هست تو محیط‌های آبی. جنس ماده این انگل به صورت بالغ روی پوست، آبشوش یا باله ماهی قرار میگیره و با تغذیه از بافت‌های ماهی باعث التهاب، خونریزی، ضعف و مرگ ماهی میشه. مهمترین راه انتقال انگل از استخری به استخر دیگه یا آکواریومی به آکواریوم دیگه انتقال ماهی‌های آلوده هست، اما از طریق وسایل هم میتونه تخم این انگل منتقل بشه، از طریق فیلترها، از طریق دستکش‌ها و لوازم آکواریوم هم میتونه این انگل منتقل بشه. خب حالا که با بسیاری از علائم، نحوی انتقال و تشخیص این بیماری آشنا شدیم، لطفاً بفرمایید که آیا روش‌های درمانی هم برای انگل لرنئا وجود داره؟
برای پیشگیری از انگل لرنا و بیماری که ناشی از این انگل ایجاد میشه، مهمترین راه جلوگیری از ورود این انگل به داخل آکواریوم و استخر هاست. ما باید ماهیایی که وارد استخر یا آکواریوم میشن رو قبل از این که وارد مکان اصلی بشن قرنطینه کنیم و حتما درمان رو روی این ماهی ها انجام بدیم و بعد وارد آکواریوم یا استخر بکنیم. لوازم و تجهیزاتی که برای آکواریوم استفاده میکنیم حتما باید مختص به همون آکواریوم باشه، از وسایل آکواریوم دیگه استفاده نکنیم. حتما ضدعفونی رو انجام بدیم برای این وقت. کیفیت آب در گسترش این انگل خیلی مهم هست، باید کیفیت آب رو در سطح بهینه نگه داریم و در آکواریوم باید درمان‌های دوره‌ای رو برای جلوگیری از ایجاد این بیماری ما انجام بدیم. خیلی ممنونم از آقای دکتر جوان که در این برنامه همراه ما بودن و اطلاعات زیادی رو در مورد انگل لرنا با ما به اشتراک گذاشتن. برنامه‌های بعدی ما رو هم دنبال کنید. اگر این برنامه براتون مفید بوده، لایک و سابسکرایب کنید و اون رو به دوستانتون معرفی کنید. از این که وقتی به من دادید تا بتونم اطلاعات مختصری رو در مورد این بیماری ارائه کنم از شما متشکرم. پیروز باشید.